خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر سنت پتربورگ روسیه خبر داد که دادگاه 9 اکتبر روز 25 مای سال 2023 سه مدرس خارجی، شهروند تاجیکستان شرافالدین رحمتوف، شهروند آذربایجان فضلی آقایف و شهروند ترکیه شابان دینجرو را با جرم عذاب و عقوبت شاگردانشان در یک مدرسه خصوصی اسلامی برای 2 ماه به حبس گرفت. تفتیشات میگوید این 3 نفر کودکان را نه فقط عذاب جسمانی میدادند، بلکه به آنها عقیده های رویه دینی در روسیه ثبت نشده سلیمانچیله را تعلیم میدادند. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه هنوز دسترس نیستند، اما دادگاه گفت که شرافالدین رحمتوف و شابان دینجر این اتهام را به گردن گرفتند، ولی فضلی آقایف از دادن بیانات در این پرونده دست کشیده است. دادگاه 9 اکتبر شهر سنت پتربورگ نسبت به شهروند تاجیکستان شرافالدین رحمتوف به صادر کردن جنایت در بندهای ا.گ.ی قسم 2 ماده 117 کودکس جنایتی روسیه عذاب و عقوبت دادن بیش از 2 کودک از جانب گروه شخصان ایبدار می شود چاره پیشگیری را انتخاب کرد. دادگاه درخواست تفتیشات را قانع گردانده رحمتوف را تا 23 ایول به حبس پیشکی گرفت. گفته می شود در خبر دادگاه 9 اکتبر فضلی آقای و شابان دینجر را نیز برای 2 ماه به حبس گرفت. بر سه آنها بر اساس قسم 2 ماده 117 همچون جزا از 3 تا 7 سال زندان تهدید می کند. قضیه عذاب و عقوبت کودکان در مدرسه غیر قانونی واقع در یک منزل اجاره در بورش کوچه ساداوایا یا خیابان وزنیسنسکی در مرکز شهر سنت پتربورگ روسیه روز 23 مای سال 2023 در پی با جراحت‌ها در بیمارستان بستری شدن یک فرزند 10 ساله مهاجران تاجیک معلوم شد. کارمندان پلیس بعد دریافت این خبر به آن مدرسه آمده معاین کردند که باز دست کم 4 شاگرد دیگر از جانب مدرسان مورد لطوکوب قرار داشتند. طوری از پروتکل برمی‌آید مدرسان در این مدرسه به کودکان نه فقط قرآن و دیگر ارکان اسلام را درس می‌دادند، بلکه آنها را به رویه دینی سلیمانچیلر یعنی پیروان روحانی ترکی عصر 20 سلیمان حلیمی تونخان جلب می‌کردند. این رویه دینی در روسیه رسما ثبت نام نشده است، اما کار مدرسان تنها با جریمه و حکم اخراج تمام نشد. روز 25 مای به ضد هر سه آنها با اتهام عذاب و عقوبت شاگردان خردسالشان پرونده جنایتی گشودند. بنا به فرضیه تفتیشات شرافالدین رحمتوف، شابان دینجر و فضلی آقایف از حیثیت خصومت برقصدانه و منتظم دست کم 4 شاگرد خردسالشان را میزدند و با لعن درشت دشنام و حقارت میکردند. اتهامی که به گفته دادگاه رحمتوف و دینجر پذیرفتند ولی آقایف قبول ندارد.